روز مادر میشه، روز پدر میشه، شب عید میشه، شب یلدا میشه، یه جعبه شیرینی برمیداریم میبریم متاسفانه خونه پدر و مادرامون. چرا این کارو میکنیم؟ دیابتشون رو میبریم بالا، چربی خونشون رو میبریم بالا، هزینه های بیمارستانیشون رو افزایش میدیم. بابا بیاید یک دونه روغن زیتون رو بگیرید، فرهنگ سازی کنید، این رو ببرید صحیح و سالم سلامت باشن و بتونیم ما تو شادی هاشون و توی سلامتیشون ما بتونیم شرکت بکنیم. مدیران بخش رفاه پرسنلی ارگان‌های خصوصی و دولتی خواهش میکنم حتما تو سبد کالای پرسنلیتون یک شیشه روغن زیتون بگنجونید. اینها دائما نشستند، متاسفانه کبد چرب، مشکلات گوارشی، چربی های خون بالا دارند، ولی اگر بتونید این رو بگنجونید، فرهنگ سازی بکنید، مطمئن باشید کمتر میان سراغ مرخصی های بیمارستانیشون.